ассалому алейкум бинандагони азиз, ин лаҳза барномаи иттилоотии ахбор манзури шумо мегардад. Дар студия Илҳом Бобоев. таъмини қисми даромади буҷети давлатӣ ҳамчун сарчашмаи асосии пардохти маошу нафақа, кӯмакпулиҳо, дастгириҳои иҷтимоии давлат манбаи муҳими анҷом додани корҳои ободонию созандагӣ ва бунёдкорӣ дар мамлакат ба ҳисоб меравад. вобаста ба масъалаи саривақт иҷро намудани нақшаи андоз дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бо иштироки раиси вилоят машварати корӣ доир гардид. در صحن حوله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد مشورت کاری نزد رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده برگزار گردید. در کاری آن معاون رئیس ولایت سوغد سردار ریاست انداز ولایت صاحبکاران و انداز سپارندگان اشتراک نمودند. در رفت مشورت یک مسئله سری وقت اجرا نمودنی نقشه انداز در ماه جاری و پورا نمودنی بودجه موردی بررسی قرار داده شد. معاون رئیس ولایت سوغد انور یعقوبی دایر به اجرای نقشه قسمی درآمدی بودجه تا به امروز اطلاع داده از روی همه اندازها وضعیت را سوست ارزیابی نمود. یعنی به قید گرفته شدن کرونا ویروس در کشور امروز در جمع آوری انداز و غنی نمودنی بودجه نیز تاثیر خوش را رسانیده است. امروز در ولایت سوغد 162 عدد انداز سپارندگان کلان با نظرداشت فیلیال و نمایندگی ها به قید گرفته شده امکانیت اجرای نقشه انداز موجود است. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را به صاحبکاران رسانیده افزود که سهم هر یک انداز سپارنده و صاحبکار در این روزهای خیلی وزنین مهم است. امروز در حدود ولایت سوغد کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی فعالیت می‌برند. کارکرد و استحصال محصولات، برابری تامین بازار، همچنین با جای کار تامین گردیدن اهالی و سری وقت جمع شدن انداز مساعدت می‌کند. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده تامین قسمی درآمدی بودجه دولتی را همچون سرچشمه اساسی پرداخت معاش و نفقه، کمک‌پولی‌ها، دستگیری‌های اجتماعی دولت، منبع مهم انجام دادن کارهای آبادانی و سازندگی و بنیادکاری ارزیابی نمود. در جنبسته مشورتی کاری برای حل معماهای جای داشته و برطرف نمودن آن، پورا نمودن بودجه دولتی و اجرای سری وقتی نقشه انداز، مسئولین مقامات انداز را دستور سپارش داد. дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Свитамин бо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси вилоят ба ёдати чанд нафар аз шаҳрвандону кӯдакони ноҳия омада ба онҳо кӯмакҳои моддиву ғизоӣ дастрас намуд. در دایره سفری کاری به ناحیه اسپیتامین صبح امروز رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده با رعایت تعامل خیرخواهی و با پشتیبانی و پیروی از سیاست بشردوستانه و رعیت پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به خاندان 2 نفر شهروندان از بیماری سرایتی التهاب شش ففتیده از جمله دلارام نعمت و الهام شرمتوف ساکنان جماعت شهر نوکت تشریف آورده اهل پیوندان تعزیه حکومت جمهوری تاجیکستان را بیان کرد و کمک‌های مادی و غذایی دسترس نمود. همچنین رئیس ولایت با دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و در دایره تجلیل از روز کودکان که همه ساله سنه 1 ایون همچون روز بین‌الخلقی کودکان جشن گرفته می‌شود با عیادت چند نفر از کودکان و نورسان از جمله نورسانی معیوبیت داشته آمده با آنها و اهل عائله‌شان صحبت‌های صمیمی و خاصه انجام داد. با تاکید رئیس ولایت رجب احمدزاده امروز دولت و حکومت نسبت به کودکان و نورسان توجه خاصه دارد و با کوشش و زحمت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای تربیت و تعلیم کودکان و نورسان و جوانان در جمهوری شرایط‌های خوب و معیاری فراهم آورده شدند و خاصه برای این کودکان طبقه اجتماعی. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد نیز جهتی به غمخواری و پرستاری فرا گرفتن چنین کودکان و نورسان تدبیرهای ضروری عمل می نماید. دولت بیگ محمد قولوف ساکن کوچه به نام شیرینشاه شاه تیموری جماعت شهر نوکت نوابسته از معیوبیت داشتن در خانه و تحصیل نمونه است و به آینده اعتمادی کامل دارد. من به اساس صلح و وحدت ملی پیشوای ملت و رئیس ولایت برای همین غمخواری‌ها تشکر میگم. در وقت‌های خودم با بابام با جمع شахмат بازی میکنم. هر خیلی کتاب‌های افسانگی میخوانم. در آینده آرزو دارم که دکتر کلام میشم. به وطنم خدمت میکنم. اسیلبگ و امیربگ سنگینف‌ها ساکنان جماعت شهر نوکت نیز در مکتب فعالند و یکی به فن‌های دقیق و دیگری بیشتر به فن‌های گومینیتری شوق و رغبت دارند و در دل آرزوی طبیب شدن می‌پرورد و برای نائل شدن به این مقصد نجیب کوشش می‌نمایند.
و شرایط‌های امروزه قناعتمند و مسرورند. ششم صنف میخونم. امیر بی من. بهای چند کده میخونید مکتبه؟ من 5-4. شما چی؟ من چه؟ کدام فن ها مخون؟ متیماتیک نظمی بینم. من با الگبر گیامتر فیزیک. به این کودکان خوشبخت دوران استقلالیت از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تحفه‌های عیدانه تقدیم کرده شد. این حال در ناحیه سپیتمین 28 مؤسسه صحه تندرستی با فراگیری 177 نفر دکتر و 545 کارمند میانه طب پای معاینه و تشخیص و طبابت شهروندان احتیاجمند سلامتی مشغولند. تا امروز در سپیتمین 68 حادثه گرفتاری به بیماری التهاب شش با قید گرفته شده است که 62 نفر آنها در بیمارخانه مرکزی معالجه گرفتند و 45 نفر شفا یافتند. اجرای نقشه کشتی پنبه‌دانه و کارتوشکا را هم خواجگیداران این ناحیه باید سری وقت به انجام رسانند. این و دیگر مسائل خواجگی خلق منطقه در ملاقات رئیس ولایت سوخت با فعالان ناحیه سپیتمین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در ملاقات رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با فعالان ناحیه سپیتمین اساساً دو مسئله مهم روز مبارزه با بیماری‌های سرایتی و وضع خواجگی قشلاق ناحیه در پس منظر پاندمی کووید 19 مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. دایر به وضع اپیدمیکی ناحیه و روند کارهای صحرایی سراول رئیس ناحیه سپیتمین تیمور نعمانزاده حساب داد. به اطلاع نام برده امروز در ناحیه ستاد محلی مبارزه با بیماری‌های سرایتی از جمله کرونا ویروس عمل کرده چاره‌های پیشگیری اندیشیده شده تمام ساحه‌های خواجگی خلق زیر نظارت و سنجش سانیتری قرار دارند. این حال در ناحیه 28 مؤسسه صحه تندرستی با فراگیری 177 نفر دکتر و 545 کارمند میانه طب پی معاینه و تشخیص و طبابت شهروندان احتیاجمند سلامتی مشغولند. تا امروز در سپیتمین 68 حادثه گرفتاری به بیماری التهاب شش به قید گرفته شده است که 62 نفر آنها در بیمارخانه مرکزی معالجه گرفتند و 45 نفر شفا یافتند. این زمان باشد 12 نفر با بیماری التهاب شش در بیمارخانه بستری می باشند. برای پیشگیری و مبارزه با بیماری سرایتی اینچنین هوسمندی کارمندان صحه تندرستی از حساب بودجه محلی 70,000 سامانی جدا و روانه گردیده امروز با کمک پیشوای ملت و رئیس ولایت سوخت ناحیه از جهت تامینات داروواری، کارجامه‌ها و دیگر لوازمات طبی تنقیصی ندارد. رئیس ولایت رجب احمدزاده مسئولین ناحیه را دستور داد که کارهای پیشگیری و بی‌ضررگردانی را در منطقه وسعت بخشند و چاره‌های پاککاری را اساساً در وقت شبانه و با استفاده محلول‌های خوش‌صفت اجرا نمایند. مخصوصاً به حالت سانیتری بازار مرکزی و دیگر فروشگاه‌های داخلی ناحیوی باید اعتبار جدی ظاهر نمود، تاکید کرد رئیس ولایت و در این مورد متصدیان ناحیه را ایراد گرفت. جهت سری وقت اطلاعات آنیدن جامعه از خطر بیماری و رعایت قاعده‌های گیگینی باشد، استفاده بلندگویک‌ها در همه جماعت‌ها سری وقت دانسته می‌شود. توصیه داده شد که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه سپیتمین یک بیمارخانه زمانوی سرایتی ساخته به استفاده داده شود. وضع کشاورزی ناحیه نیز بهبودی می‌خواهد. از جمله اجرا نگردیدن نقشه دورنمای کشت پنبه‌دانه معمای روز برای راهبریت ناحیه است. از سبب رعایت نگردیدن توازن کشت زراعت‌ها، خواجگیداران در اجرای نقشه کشت پنبه‌دانه موفق نشده‌اند. طبق نقشه سال روان در سپیتمین در میدان 6400 گکتار پنبه‌دانه کشت باید شود. این حال در 6050 گکتار کشت براه مانده شده است که 94% نقشه را تشکیل می‌دهد. طبق دورنما ناحیه سال روان باید بیش از 18000 تن طلای سفید را جمع آوری نماید. در ناحیه همزمان در مساحت 2300 گکتار کشت غله براه مانده شده است. با تاکید رئیس ولایت در شرایط کنونی حاصلناکی غله نباید از حساب وسیع نمودن میدان کشت بلکه از حساب استفاده تخم‌های خوش‌صفت و اصول‌های زمانوی پرورش زیاد کرده شود. کشت کارتوشکا باشد در میدان 635 گکتار به نقشه گرفته شده تا امروز در 400 گکتار عملی کرده شده است. مسئولین ساحه کشاورزی ناحیه دستور گرفتند که پس از درو غله تیرماهی در میدان‌های خالی مانده کشت کارتوشکا و سبزیجات دیگر را از قبیل سبزی و زراعت‌های دانگی وسعت دهند. استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی، خواجگی‌های یاری رسان، اجرایش با صفت نقشه اندازهای دولتی، وسعت کارهای ترغیباتی و فهماندهی در بین اهالی، رابطه نزدیک آموزگاران با طالب علمان در وقت تعطیل، عیادت کودکان دارای امکانات محدود در عرفه روز کودکان و وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از مسائل‌های دیگری بودند
که مسئولین ناحیه سپیتامن در رفت مشورت برای اجرای صفتناک آنها از رئیس ولایت دستور گرفتند. соҳаи кишоварзӣ аз бахшҳои муҳими хоҷагии халқ буда таъмини нишондиҳандаҳои иқтисодии сесолӣ ва ҳадафи стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ аз рушди ин соҳа ва маданияти истифода барои замин. зимни сафари корӣ ба ноҳияи Спитамен раиси вилоят бахшҳои гуногуни кишоварзиро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дод. اهل خواجگیداران و سهمداران ناحیه سپیتامن ولایت سوخت جهت تطبیق واقعی سیاست کشاورزی دولت و حکومت عزم و تلاش دارند و برای نائل شدن به هدف استراتژی تامین امنیت آذوقه‌واری تدبیرها عملی می‌نمایند. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با دستور و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان امروز به ناحیه سپیتامن تشریف آورده با رفت کارهای صحرایی تامین نشاندهنده های استحصالی و مدنیت استفاده برای زمین از جانب خواجگیداران شناس شد. بازدید و مشاهده ها از خواجگی های دهقانی اویس، اقتپه جماعت دهات استقلال، دستاباد دو، خواجگی دهقانی ستاره، کوپراتیو تجارتی فریده جماعت دهات تقایق ثابت نمود که واقعا کشاورزان و خواجگیداران ناحیه سپیتامن در کشاورزی تجربه بای و غنی دارند و در این سمت شوقمندی ظاهر می نمایند. رئیس ولایت در خواجگی دهقانی اویس که صاحب 61.4 گکتار زمین است و از آن پرثمر استفاده نموده در 1335 گکتار پخته، 950 گکتار پولیزی ها، 379 گکتار گندم، 950 گکتار کارتوشکا، 577 گکتار شال کشت نموده است. اساساً به سمت پرورش کارتوشکا، کرم و پومیدور مراغ ظاهر نموده. همچنین بخش های دیگری خواجگیداری را مورد نظر قرار داد. همچنین خواجگی دارای 213 گکتار میدان باغ است. در خواجگی تا 32 نفر سهمداران زحمت میکشند و عزم دارند از همه زراعت‌های کشاورزی حاصل خوب و فراوان گیرند. مثلا سال جاری نسبت به سال گذشته تا 2.5 گکتار میدان کشتی پخته را زیاد نموده. با کشتی نوع پخته ایشاندو نیت دارند حاصلناکی را از هر گکتار تا به 40-50 سنتنری تامین نمایند و در این صورت از 1335 گکتار میدان پخته تا 45-50 تن حاصل پخته گرفتن ممکن است. استحصال کارتوشکا را نیز امسال افزون می نمایند و برای این در دو مرحله اول و میانه های ماه فوریه تخمی کارتوشکای نوع الادین را که امروز از نوهای معمول و به اقلیم منطقه های ولایت سوخت موافق به حساب می رود کشت نمودند و نشأ و نمای معیاری را به راه ماندند. بنا به معلومات حاصل کارتوشکای مرحله یکم را پس از 10-15 روز میگذارند و پس از 20 ماه ایون کارتوشکای میانه ماه فوریه کشت شده پخته می رسد و کرم نیز حاصل خوب و فراوان می دهد. رئیس ولایت رجب احمدزاده به خواجگیداران توصیه داد که با خوب به راه ماندن کشت و استحصال زراعت‌های کشاورزی نمونه خوبی تکرار استحصال را تطبیق نمایند و به سمت کارتوشکا پروری نیز اعتبار ضروری داده شود، زیرا کارتوشکا پس از نان از محصولات اساسی غذایی به حساب می رود و طلبات سال از سال به کارتوشکا زیاد می شود و افزون نمودن استحصال کارتوشکا از عامل‌های تامین بازار استعمالی و تنظیم ارزش آن در بازار خاست. همچنین به نفران مسئول تامین و بلند برداشتن حاصلناکی گندم و تا به 70-80 سنتنر بلند برداشتن آن مخصوصا در زمین‌های آبی دستور داده شد. در خواجگی همچنین از باغ‌های میوه دهنده زردآلو، خرما، آلوچه، بادام، شفتالو حاصل دلخواه می‌گیرند. در ادامه شناسایی با جریان کارهای خواجگیداری و رفت نشأونمای پخته، رئیس ولایت راهبریت ناحیه کشاورزان و نفران مسئول را جهتی بلند برداشتن حاصلناکی و تا به 50-60 سنتنر رساندن حاصلناکی را توصیه داده تقاضا نمود که حاصلناکی میانه پخته در مجموع از هر گکتار نه کم از 30 سنتنری را تشکیل دهد، زیرا برای تامین چنین نشان دهنده ها مثلا در ناحیه سپیتامن امکانیت ها فراوانند و محض رشد ساحه پخته‌کاری از عامل اساسی رشد ساحه صنعت سبک مملکت و از زمینه‌های واقعی رشد اقتصاد ملی است. پخته و محصولات پختگی از محصولات اساسی صادراتی به حساب می رود. با فعالیت خواجگیداران خواجگی های دهقانی اقتپه، ستاره و فریده تقایق بهای خوب داده شد، زیرا اهل خواجگیداران از هر وجب زمین کارم با ثمر استفاده نموده انواع گوناگون زراعت ها را کشت و پرورش نمودند.
дар кооперативи тиҷоратии Фаридаи Тақоя картошка нашъунамои хуб дорад, ки онро аввалҳои моҳи феврал кишт намуда буданд ва пас аз 15-20 рӯз картошкаи хоҷагӣ саросар пухта мерасад. ҳамчунин аҳли саҳмдорон ба роёндани ҳосили фаровони пиёз муваффақ мегарданд ва ҳосили пиёз моҳи сентябр пурра тайёр мешавад ва пас аз гундоштани картошкаву пиёз донагиҳо, лӯбиё, мош кишт мекунанд ва ҳамчунин дар байни паллаҳои пиёз зироати маккадонагӣ кишт намуданд ва тахминан аз ҳамин ҳисоб то 400 килограмм макка барои дон истеҳсол мешавад, ки ин ҳам татбиқи босамараи истифодаи мақсадноки замин ва ҳам даромаднокии иловагӣ барои хоҷагист. дар ҳамин мавзеъ заминҳои лаби ҷойбор, канори заминҳои корам ва байни қаториро низ мақсаднок истифода намуданд. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان جهت تامین ثمرناک استفاده نمودن زمین‌های کشاورزی در همه شکل‌های خواجگی‌داری، از جمله در خواجگی‌های یاررسان، زمین‌های نزد حولگی و زیاد نمودن میدان کشت زراعت‌های سبزیجاتی، پالایش‌ها، پخته که به واسطه از طرف پیشوای معظم ملت سپارش‌ها داده شده بود. ما کشاورزان ناحیه از این اقدام‌های نیکبینانه پیشوای معظم ملت روح الهام تازه گرفته در میدان زیاده از 12,000 گهتر علاقه کشتی زراعت‌ها را براه مانده. عین زمان در میدان زیاده 6,000 گهتر کشتی پخته، 200 گهتر پالایش‌ها، 371 گهتر کشتی زراعت‌های سبزیجاتی و دیگر نماد کشت از جمله کشتی در میدان 1200 گهتر کشتی شالی گذرانده شده است که این هم باشد در آینده برای استحصال محصولات کشاورزی، برای تامین امنیت آذوقه‌واری تکان جدی خود را میبخشد. همچنین با مقصد عملی گردانی سپارشی به واسطه پرزیدنت مملکت که در مجلس غیر نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان سنه 16 اپریل سال جاری بیان داشتند، اوید به وسیع نمودن میدان کشتی تکراری از جمله کارتوشکا، ما طبق دورنما باید در میدان 635 گهتر کارتوشکا کشت نماییم و علاقه طبق دورنمای تصدیق شده ما در میدان 400 گهتر تا این جانب در کشت اساسی کشت کارتوشکا را گذرانده، در کشت تکراری باز در میدان 235 گهتر و جای غله‌دانگی تیرماهی کشت تکراری کشت کارتوشکا گذرانده می شود. گزارشی پوره سفری کاری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده به ناحیه اسپیتامین در نشرهای منبع اطلاعاتی اخبار پیشنهاد می گردد.